اونا نمیخوان بدونی، ولی این سریع‌ترین راه برای رسیدن به خواستهاته. قرن‌هاست که این تکنیک از عموم مردم مخفی مونده و فقط آدم‌های خیلی موفق ازش استفاده کردن، در حالی که بقیه همچنان در موقعیتی که هستن گیر کردن. امروز علم داره چیزی رو ثابت میکنه که عرفای قدیم قرنها پیش میدونستن و من قرار امروز دقیقاً بهت بگم چطوری میتونی ازش استفاده کنی تا دنیات رو خیلی سریعتر از هر روش دیگه‌ای تغییر بدی. اگر آماده ای تا آخر این ویدیو با من بمون، چون توی این ویدیو همه چیزهایی که برای رسیدن به فراوانی نامحدود نیاز داری رو بهت یاد میدم. اکثر آدما توی جذب خواسته هاشون گیر میافتن چون یه چیز مهم رو ندارن. اونا میرن سراغ تأکیدات مثبت، تابلوی آرزوها و یا نوشتن خواسته هاشون، ولی هیچ تغییری حس نمی کنن. چرا؟ چون یه فرکانس خاص رو فعال نمی کنن. اون فرکانسی که خواسته های ما رو به واقعیت تبدیل میکنه. امروز میخوام یه تکنیکی بهت یاد بدم که اونقدر قدرتمنده که از دید بقیه پنهون نگهش داشتن. از عرفای قدیم گرفته تا دانشمندان فیزیک کوانتوم و حتی موفق ترین آدمای دنیا از این راز با خبر بودن. این فقط درباره مثبت فکر کردن نیست، بلکه قدرتی در وجودته که باید بهش ایمان داشته باشی و فعالش کنی و به جهان فرمان بدی که واکنش نشون بده. یعنی خودت رو با واقعیتی که میخوای تنظیم کنی. بیاین از پایه شروع کنیم. فیزیک کوانتوم میگه واقعیت چیز ثابتی نیست. جریانیه که با نگاه و باور ما شکل میگیره. علم عصب شناسی هم میگه مغز ناخودآگاه ما بر اساس اون چیزی که انتظار داریم اتفاقات رو فیلتر میکنه. و آموزه های معنوی همیشه گفتن درونت بیرونت رو میسازه. یعنی ارتعاش و فرکانس درون توست که بیرون تو رو شکل داده. بیشتر آدما برای این گیر میکنن چون فقط دنبال خواسته ها هستن، نه اینکه تبدیل به کسی بشن که اون خواسته رو داره. مثلا تو آزادی مالی میخوای، ولی هر روز با استرس و حس بیپولی بیدار میشی. تو داری انرژی فقر رو پخش میکنی. یا عشق میخوای، ولی حس بی‌ارزشی و اضطراب داری و جهان هم همون حس رو بهت برمیگردونه. حالا راه حل چیه؟ تکنیکی که انرژی کل وجودت رو با اون واقعیت هماهنگ میکنه. تکنیک قفل کوانتومی. این تکنیک باعث میشه فقط فرکانس خواستت تقویت بشه و بقیه نویزهای ذهنی حذف بشن. در اصل مثل اینه که خودت رو روی یه موج خاص تنظیم کنی. مثلا فراوانی، عشق و سلامتی. پس بریم سراغ تمرین. اگر تا به اینجای ویدیو با ما همراه بودید، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. مرحله اول، اثر ناظر. دانشمندان نشون دادن ذرات زیر اتمی تا وقتی بهشون نگاه نشه توی حالت امکان باقی میمونن. یعنی نگاه و تمرکز تو باعث میشه اون اتفاق واقعی بشه. ورزشکارای حرفه‌ای قبل از مسابقه خودشون رو تو حالت برنده شدن تصور میکنن و مغزشون واقعاً اون لحظه رو تجربه میکنه. نتیجه، ذهنت جدا از واقعیت نیست و داره هر لحظه اونو شکل میده. مرحله دوم، طرز فکر انجام شده. بزرگترین تغییری که باید ایجاد کنی اینه که از خواستن بری به سمت داشتن. یعنی
باورت این باشه که همین حالا اونو داری. به جای اینکه بگی ای کاش موفق بشم، بگو من همین حالا موفقم. حس موفقیت رو همین حالا توی ذهن و بدنت بیار. وقتی اینطوری فکر کنی دیگه دنبال چیزی نمیدوی، بلکه اون خودش میاد به سمت تو. مرحله سوم، تمرین 2 دقیقه‌ای قفل کوانتومی. هر روز صبح قبل از هر کاری این تمرین ساده رو انجام بده. چشماتو ببند و عمیق نفس بکش. تجسم کن که خواستت الان و در همین لحظه محقق شده. اون احساس شادی، اطمینان و اعتماد به نفس رو فعال کن. با یه جمله قدرتمند قفلش کن. این واقعیت منه که انجام شده. بعد چشماتو باز کن و همون حس رو با خودت توی روز ببر. چرا جواب میده؟ چون مغز تو فرق بین تصور و واقعیت رو نمیفهمه. داری ضمیر ناخودآگاه تو طوری برنامه ریزی میکنی که اون خواسته رو حقیقت بدونه. مرحله چهارم، رها کردن مقاومت. بیشتر آدما خواسته هاشونو خراب میکنن چون مدام چک میکنن، شک میکنن و یا استرس میگیرن. چرا نمیاد؟ نکنه اشتباه کردم، نکنه اصلا جواب نمیده. و همین حس شک و بی‌اعتمادی کل انرژی رو به هم میزنه. مثل اینکه هر روز بری بذر رو از خاک در بیاری ببینی جوانه زده یا نه. در واقع داری خودت مانع رشدش میشی. وقتی رها کنی و اعتماد کنی، همه چیز شروع میکنه به اتفاق افتادن. تکنیک نهایی، طوری زندگی کن که انگار خواستت اتفاق افتاده. اگر پولدار بودی چجوری پول خرج میکردی؟ اگر عاشق بودی توی جمع چطوری رفتار میکردی؟ اگر موفق بودی امروز چه تصمیمی میگرفتی؟ خودتو بنداز توی نقش اون آدم. اون موقع است که دنیا هم باهات هماهنگ میشه. پس در آخر 2 نسخه از خودت رو تصور کن. نسخه A همیشه استرس داره، شک میکنه و کلافه است. نسخه B با اطمینان و آرامش جلو میره و اعتماد داره به اینکه همه چیز درست پیش میره. کدومشون زودتر به خواسته هاش میرسه؟ قطعاً نسخه دوم. حالا نوبت توه. کامنت کن که چی رو داری جذب میکنی، ولی طوری بنویس که انگار الان اونو داری. مثلا به جای اینکه بگی من عشق میخوام، بنویس من الان توی یک رابطه عاشقانه و فوق‌العاده هستم. و همیشه یادتون باشه جادوی واقعی اینه. تو چیزی رو جذب نمی کنی که میخوای، بلکه چیزی رو جذب میکنی که هستی. حالا که تکنیک 2 دقیقه‌ای قفل کوانتومی رو یاد گرفتی، وقتشه که یک قدم بری جلوتر. مسیر جذب واقعی تازه شروع شده. توی ویدیوی بعدی چیزهای بیشتری رو باهات در میون میذارم که همه اونهایی که سریعتر از بقیه خواسته هاشون رو جذب میکنن بلدن، اما هیچ وقت دربارش حرف نمیزنن. اگر تا پایان این ویدیو همراه ما بودید، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. آیا آماده اید برای کشف راز بعدی؟ پس ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید.